بدون شک رمضان ماه عزیز و بزرگی است. پس ماهی به این عظمت و بزرگی حق این را دارد که ما عظمتش را درک و احترامش را نگه داریم. حق این را دارد که او را گرامی بداریم و اکرام کنیم، روزهایش را روزه بگیریم و در حالی که روزه هستیم با جدیت تمام به فعالیت‌های مباح و مجازی که خداوند اجازه داده بپردازیم. اما غافل از عبادت و بندگی خدا با شرکت در نمازهای جماعت و حلقه‌های قرآنی و علمی و همچنین صله ارحام و رسیدگی و خدمت به خلق خدا نباشیم و تلاش کنیم چشم، گوش، زبان، قلب، فکر و سایر اعضا و جوارح خود را از گناهان و منکرات و معاصی و نافرمانی خدا دور بداریم و شبهایش را هم با شرکت در نمازهای جماعت و نمازهای سنت مثل تراویح، وتر، قیام و تلاوت قرآن، ذکر، دعا و مناجات و تفکر و تدبر در آفاق و انفس خودمان را تقویت و اوقاتمان را پربار بسازیم و تا میتوانیم توشه بگیریم و بهترین توشه تقواست خداوند تبارک و تعالی میفرمایند و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، و توشه بگیرید پس بهترین توشه تقواست. رمضان حق این را دارد که اخلاق و رفتار و سلوک من را تغییر دهیم. رمضان ماه پربرکتی است، پس شایسته و زیبنده انسان مؤمن است که این فرصت را مغتنم شمرده و زندگی خود و خانواده و جامعه را با برکت سازد و نباید با غفلت و گناه و عصیان و نافرمانی خدا اعتبار و آبروی خود و خانواده و جامعه را تباه و نابود بسازد. ثانیه ها، دقیقه ها، بلکه ساعت ها مثل باد می گذرند و دیگر هرگز بر نخواهند گشت و زمان هم برای ما و به خاطر ما توقف نمی کند. در حقیقت این عمر ماست که سپری می شود و هر روز که می گذرد ما را به اجلمان نزدیکتر و نزدیکتر می کند. شب و روز در ما کار می کنند، پس ما هم باید زرنگ و هوشیار باشیم و در شب و روز کار کنیم و از خداوند مدد بخواهیم. حکیم عرب می گوید الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. وقت چون شمشیر است، اگر اون را قطع نکردی تو را قطع خواهد کرد. خداوند خورشید و ماه و شب و روز را در پی هم قرار داده تا اگر بندی بخواهد ذکر و شکر خدا کند برایش میسر باشد. خداوند تبارک و تعالی در سوره فرقان به این معانی اشاره می کنند و می فرمایند و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. پس تا زمان هست فرصت هست، اما زمان تنها هم کافی نیست، باید در کنار زمان سلامت و عافیت هم باشد تا زمان کارساز شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی می فرمایند نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة و الفراغ. دو نعمت هست که خیلی از مردم از این دو نعمت خسران و زیان می بینند، سلامتی و فراغت. در اینجا این سوال مطرح است که از سلامتی و فراغت خود چه استفاده‌ای میبریم؟ این دو نعمت لازم و ملزوم همدیگرند. اگر سلامتی نباشد زمان به چه دردی میخورد و اگر زمان هم نباشد سلامتی چه معنایی دارد؟ پس امروز که هر دو را داریم قدر شناس باشیم قبل از این که هر دو را از دست بدهیم. شاعر عرب میگوید الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. ای کاش یه روزی جوانی برمیگشت
تا بهش خبر می دادم که پیری با من چه کرده. پناه به خدا از این که این همه استعداد، نعمت، امکانات، ظرفیت و فرصت را داشته باشیم و شاهد این همه نابسامانی و ناکامی و ناموفقی باشیم. چقدر دردآور است. این چه نوع محرومیتی است؟ این شدیدترین و سختترین و دردآورترین نوع محرومیت است. اگر کسی ندار باشد این محرومیت طبیعی است، هرچند که دشوار است. اما اگر کسی دارا و توانمند باشد و در اوج دارایی و توانمندی محروم و ندار باشد، این چیست؟ آیا این خاتمه به خیری است؟ به خدا قسم نه، این سوء خاتمه هست. العیاذ بالله. عمر ما و شما خیلی کوتاه است. عمر ما و شما خیلی کوتاه است. پس بیایید با غفلت و معصیت آن را کوتاه‌تر نکنیم. هر دقیقه‌ای که می‌گذرد در دفتر اعمال ما ثبت می‌شود و به حضور خداوند متعال می‌رسد. در چه ماهی؟ ماه مبارک رمضان. حال باید از خود بپرسیم دوست داریم این اعمالی که از جانب ما به درگاه خدا در ماه رمضان عرضه می شود چی و با چه نیتی باشند؟ انتخاب با خود ما و شماست برادران و خواهران عزیزم. خداوند تبارک و تعالی در سوره ملک می فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک و هو علی كل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. خداوند متعال در این آیات بیان می کنند که هدف از خلقت مرگ و زندگی ابتلا و امتحان است که کدام یک از ما و شما نیکوترین و بهترین عمل را انجام می دهیم.